دعای غذا خوردن. از ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما غذا می‌خورد باید نام الله را یاد کند و بسم الله بگوید، و اگر فراموش کرد که نام الله را در اول آن یاد کند باید بگوید بسم الله فی اوله و آخره، بسم الله در آغاز و پایانش. از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که پس از صرف غذا این دعا را بگوید گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شود. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه.